درود برای بچه. آقا خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز قراره تا شب تلمبه بزنیم. تلمبه میخوام بزنم براتون. تلمبه بزنم نفت در بیاد. آقا برنامه چیه؟ برنامه تلمبه اسپیرا. برنامه تلمبه. خب تو چی بزنیم تلمبه؟ دوستان امروز میخوایم براتون یه چالش بریم با تلمبه زدن رو بادکنک. تو بادکنک یعنی بادمون رو میخوایم بپاچیم. این چیتره و با نشون بده. نه تلمبه رو نشون من بده. تلمبه زنم اصلا کارمی. من با دهن میخوام باد کنم چون تلمبه من خیلی بزرگ بود و خب مال توپ و اینا بود. شبای جمعه من واقعا میگم تولد و اینا هست من تلمبه خوب میزنم. اصلا بابا داداش تلمبه باشه تلمبه باشه من بزنم. والا نگاه کن اینجا رو اصلا تو چیکار داری؟ اینجا پریسا دوستانا. ببین تلمبه باشه اصلا من بزنم. نه رو نه تلمبه نه. چی ای خوشم میاد. خوبه. خدا بیا ناموسم ببین. آبرو ما رو داری میبری دیگه. دوستان چالش از این قراره. بعد تا جایی که میتونیم این تو فوت کنیم یا همون تلمبه زدن خودمون. آقا اینو نگه دار شما. اینو نگه دار. استغفر. من تلمبه رو من استارت میزنم. دقیق با هم استارت بزنیم. یه تیریسام تلمبه‌ای داریم. خب کارو بگیر. ثبت. هر کی بیشتر تلمبه بزنه بادکنکش توپل‌تر شه 85 تر شه اون برنده است. میخوام بزنم. خب این داداش تو تلمبه به من یک صبر بکنم. تو داری با تلمبه من با دهن خودشون ببین نامردی خار و مادر. یک داشتم. داداش این خرابه. چه بادکنکی من گرفتم؟ خرابه این قسمت. صبر کن. حاجی خرابه. چی خرابه؟ داداش بسته است سوراخش بسته. بیا آقا از اول. این باکره است کنم. باکره است یا یکی برم. بیا. خیلی لاشیه نگاه کنی تلمبه میگم تلمبه. بادکنک خرابه. اینجا بدتره. یعنی یه بادکنکایی رفته گرفته. بده من یه دقیقه بده من درست. صبر کن بابا صبر کن. وازلین نمیبردی؟ نه داداش وازلین خودم. آقا من یه لحظه وازلین بیارم. نفسم نداریم. بیا زدون تو بیشرف. نترک. نه ترک. باد کن. آقا من همینقدر باد میکنم. باد کن تخمه. جلو نه. آقا من باد کردم. داداش الان تحت همینه. من باد کردم با هم باد قرارم. تونستی همینقدر باد کن. نشون بده بابا دوربین رو نگاه کن. ببین انقدر میخوام تلمبه بزنم. میچره کنی خاصه سر صورت. تلمبه بازی. بابا بزن اینو گره بزنم. من همیشه سر این داستان کاتش کن فوشا رو کاتش. نه من میزنم. من همه رو میزنم. بذار. همه رو کلفته. بذار. کلفته. خب بذار بابا چیکار می‌کنی؟ قرم اصلا. تلمبه اومدیم بزنیم ها. هرچی تلمبه حاجی این گره نمیخوره. یه گره بلد اینجوری میگیرم دستم که حرف قشنگی ولی خب اینم بگی دست دمو ببینه. یا ببینیم همون سوتی. بابا بیا بالاتر اون کثافت رو. بابا بیار پایین. فدا جیگرتلو تلمبه میخواد بزنم. دوستان ببینیم من چقدر باز کردم. الان میتره که سر صورتم در اومد. تلمبه بابا دهن بزن. خب وای آرزو واقعا بر جوانان عیب نیست. بابا باریکی علیه. مرض. این الان تو تلمبه زدن اینه. فردا بخوایم بریم ولاگ غذاخوری چیکار میکنه؟ حاجی من خوب تلمبه میزدم قدیما. دختره میدونن من دیر شدی همون. ها آقا من ته تلمبم همین.
الان میتره که اصلا مال من گنده تر شد. چی؟ نه مال من خیلی گنده تو تر. گنده تر. حاجی اینو انگار میگیرم اینجا اصلا صداش خیلی عجیب غریب میشه. میریم به مردم هم میریم تلمبه بزنن اینا. آقا نشون بده بادکنکا رو نشون بده خدا وکیل. آقا برا منو نگاه کن. برا منم نگاه کن. برا من 85 یکیه. نه چرا اسکای؟ برا تو بزرگتره. برا بزرگتره. کوری دیگه داداش میرسه رکورد دست تدی. من 75 دوست دارم. تدی تلمبه بزن. ببین من با دهن تلمبه میزنم. دوستان تلمبه درخواست تلمبه بودن دایرکت چیز نه یعنی درخواست تلمبه دایرکت. اصلا بابا داداش بده بره بعد هم میگه بعد ویدیو میگیره. آجی دکمه ثبت نزدی که. ریدی به خودت نه. آجی این چه خوبه. بادا ببینم توپالی بادا ببینم. توپالی بادا. آقا توپالیو بری ببینم. توپالی ندو. رپر مملکت آبرو ما رو برده اینجا. یه تلمبه اومدیم بزنیم ما. به جان مرتضی علی 2 تا تلمبه میزنم ها. آقا برای من داره بادشو خالی رکورد دستمه. 85 بود 75 بود بعد پسرش والا من اصلا داره کم میشه. بذار یه تلمبه دیگه بگم. نه میتره که کس نه. بگی دوربینو بده ببینم. دوستان این انگشت رو ناخونش بلنده اون ناخونه تا نشون بده. مال من دست راست مال این دست چپه. برادرای لو دو تا رو این توی کالبد برادری ثابت شده است. برو حال آجی واقعا اینجا میطلبه من که نری بیا نگاه کن کجا میره میخوره. دوستان شب به گلستان تنها منتظرت بودم دافه داره میاد. برگشت نگاه کن. ببین شکار در لحظه با بزن آشغال سی جنگ. یک دست گل برای تو چیدم. بابا نور نداره اینجا. ما رو باش با کیا من این 13 بده. شبیه این فیلم ترسناکان شد. فیلم ترسناک شد. بی نظیره عجب نوایی داره. همینه رو ملودیش کار میکنه. حاجی گفتیم نوا یاد نوا افتادم با مهراد دیدم فیلم داد بیا این ور من نور بعده. اینو من چیز میکنم اینو میبرم خونه مصرف شخصی دارم. آره اینو صداشو در شب به گلستان تنها. ولی حاجی دیدی نوا هوش مصنوعی واحد فیلم داد پسر چقدر خوب بود. یه هوش مصنوعی نزنی بچه‌ها یه موزیک ویدیوی جدید برای موزیک جدید قراره یه عجیب غریب. یه موزیک ویدیو بله موزیک ویدیو داریم جدیده. میخوای تلمبه بزن تو دهن من بیا داداش بیا کنترل. اینو گرفتن یه چیز خر دستم نه تره که این آجه میری. اوه یه ادامه ویدیو داخل پورنو. وای آقا واجب شد بابا اینقدر اونو نکن تو دهن. واجب شد من خودمو تخلیه کنم. چه کنی؟ سبون ببینم. واجب شد من نمیدونم من خودمو تخلیه. آقا دوباره این تیرچه دی بابا ول کن اینا رو. نه یارو داره بعد نگاه میکنم تو دهنت این تلمبه میخواد بزنه برو بابا این همه درو تلمبه‌مو میکنه به چه دوست داری یا بده من ببینم. شب به گلستان تنها جانی سینز اومد یه چیز 30 سانتی سیاه اومد. قرمز
قرمز و سبز بوده کاسومه، ببل. یاد دید الکسیس ببل کاسومه. یا عزیزم نوکرت. آقا این شهرداری من اینه ویدیو چیزی نگیر بابا، من میخوام با تیر برق ارتباط جسمانی انسانی برقرار کنم. جسمانی نه شهرداری از دست این فرار میکنه. میخونم آخ دیگه فرنگی رقص چاقو داره. تو داغونم کن حاجی میرقصم یاد آهنگ سامی بگیم من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو تنه خوبی حق بده تو لامبه بزنم. مردم آسایش ندارن اینجا، شهرداری آسایش نداره. هر کی بیاد و ما تلمبه میزنیم بره بزنیم بره بده بزنه بشینه ببینه که بلد خفنه. الان تدی و سوتی اینجا وایسادم با یه تلمبه یه آس تکیباره راز دارم میزنم توی داستان. قلمم و ورقم توی مغزم میخونم هدفم بلده. اینجا رو ببینیم بچه گل پیدا کردم. حالا مغز مردم گل دوتا گل برای دوتا رول. باغچه بپیچین نده دادا. الان فردا سردم میاد همینو از پشت پهنه. آقا تلمبه رو میذاری تو کیف من؟ این تلمبه رو گرفته دستش ملت رو داره. بذار تو کیفم، بذار تو کیفم. چیز بره چه کوی داری می‌کنی؟ شب به گلستان تن آسایش تلمبه زنی هم ما نداریم به قرآن. آسایش پر از آرامش. برو پا بزن سی جن. بریم اون ور خیابون همو ببینه. و هم خواستیم چالش بگیریم تبدیل شد به ولا. همین اینترو ویدیو همین بود دوستان. ما اینتروهای جذاب وای بود. که حساب ببینیم اون بر ببینیم که حالا فردا ببینید تو مشکی نارنجی. حالا فردا یه اینترو اومده مشکی نارنجی ندیبر با آیسان اسلامی. وایسا بیا بریم برو همون نوکرتم چاکرتم خاک زیر پاهایتم نکشن زیرم. شب به گلستان تن. حاجی درختم خوبه به نظرم. بابا بیرم ببینم درخت مردم. من میخوام برقصم چرا باید از این زندگی بترسم. تو هر سبکی دارم میخونم آواز. این یه چیزی زده، این من میدونم. اگه میخواید بدونید چی زده دایرکت بنده بیاید دختره عزیز من بهتون مارتیک حوال. اگه به زوست دخترت نگفتم حول نیستم، سبک زندگی. موزیسم سبک زندگی این خونه تدینا سچا اینجا زندگی. خفه شما با این موضوع اینجا قفس تدیه. اینجا هم یورتمه میره. اصلا میشینی میبینی ایده ها رو میزنی میشینی میبینی وقتی مامانم میگه چرا پسر خالت نمیگه. چی زدی حالا؟ من چند تا رول زدی؟ من یه تلمبه زدم. درد و نفرین چیزا رو دیدی؟ بر سفر بود. چیزا رو دیدی اون رد شده؟ نه بیر آبرو ما رو داره میبره. آجی یاروی هستش میریسته مدرسه انقدر ریش داره. فامیلتونه؟ نه داداش اون که صد اون که امتیاز فکر کنم الان اینجا داشتی ولی فامیلتونه. سلام برسون به به عموی عزیزه پسرت عموشه به پدرت میرسونن. داداش دیگه نمیتونی جمعش کنی. دیس بازی میزنیم توی ولاگ. ما با هم رفیقیم. شما همه بیاید برید توی فیلم. چه ربطی داشت؟ دیشه کوچری بود. حاجی چقدر هیتر زیاد شده. بابا کس ننشون هیتر زیاد شده. هیتر الان کیه؟ کس ننش. تا دیروز هیتر رو گاییدم. حالا الان میخواد مادر ولاگو بگم. ویدیو فانه داداش. ویدیوی فان ما معذوری از فوش من وقتی تو رپ میخوام رپ کنم ادبیاتی خالص. وقتی تو ولاگم مرتی که ازگل الاغ 4 منگولی میخوام بزنم ببینم داری حال من منو میکنه بچه در من همجور رستوران دقیقه داداش به نظرم بده بره بره آقا واسه چی رو بیننده بعد حرف میزنی شما؟ الان این به شما گفت برید بدید
هم بوس میکنه دیگه، من نمیدونم والا این حشری تلمبه حشری. بابا آقا تیرچه رو دخترای عزیز حتما بیاید دایرکت. برزه کسی از روز بدر تولدم تا به امروز من سینگلی کشیدم. از امروز دیگه فقط تلمبه داداش. باز کنن که فقط تلمبه. بذار اون یکیو در بیارم. آقا بزن بکن تو جیبت ببینم تماش کنی بریم پایین تماش کنی. آدم همون لب گرفتم تا رنکبود رفت رو. میگن آجی کسخونه یارو. شب به گلستان تنها ما هم چرا اینجوری شده؟ یه بریم این ور اونجا چیز نشسته، بچه ها نشسته. جوانا چیکار میخوام دعا بخونم. دعا میخوام بخونم. کاری دیگه نداری شما دیگه؟ نه داداش بره. بده بره. تخره میکنی دیگه اونو بگیره. ها هم چسبید بر در دهانم. بده بره. نه اینکه بره. بیا. گفت برید نه من بدید. گفتم بده بره. منم همینو گفتم. این بود که بهتون گفت برید بدید. این بود. اونجا ترویج فساد توسط اونجا تدی بر. فوش اوه مردی فقط دنبال هایکیو گرفتن هم منه برو. ترویج فساد اینطور اینا همش پخش میشه داداش. فقط دنبال اینه. من کره بگیره، ماست بگیره، پنیر بگیره، بکنه تو گاو. حالا که آخه مردی آقا دمتون گرم. با همین خدافظی کنیم. عشقای مایید، لباتون رو بخوریم، دوستتون داریم، چراغ ما پیدا نکردیم. دلتون شاد و مغزتون پرکار. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزی پر از خنده و شادی و از امروز به بعد بگذرونید. دوستتون دارم خیلی زیاد، نبینم غم به خنده هاتون بیاد. خداحافظ.